مرسی عزیزان. من همیشه گفتم یا دست نزنید یا وقتی دست میزنید درست دست بزنید. دست نزنید. بعد همیشه هم میگم وقتی 5-6 نفر رو قرار دست بزنید، تفلک اون آخری چون دستا خسته میشه، اولی خیلی قوی به آخری اینجوری دست میزنید، زشته. برای همینه که من میخوام این رسم دست زدن رو از کلیسا برداریم. عوضش چی؟ اشکال نداره. علی فعلا امروز علی جان از کوپنش استفاده کرد. علی همیشه پیش ما یک سری کوپن مجانی داره ولی بعداً حسابشو میرسه. خدا رو شکر برای وجود همه‌تون. خیلی خیلی خوش آمدید. علی جانم تو هم خیلی خوش آمدید. دیدن تو هم یک فیضی است. خدا رو شکر. خوشحالیم که امروز اینجا هستید. فکر می‌کردم که قبل از اینکه به موعظه بریم عالی هستش که در یک چنین روزی برای شبانمون بعد ادوارد دعا کنیم، برای خادم کلیسا عبدالرضا دعا کنیم، برای دیگر عزیزانمون که کسالت دارند. البته بعد ادوارد کسالت ندارند ولی بقیه اونایی که کسالت دارند و شما ازشون خبر دارید، برای اونها هم دعا بکنیم. نظرتون چیه؟ میخواید دعا بکنیم یا نمیخواید دعا کنیم؟ خب پس سرپا بیستیم و این عزیزان رو به حضور خداوند بیاریم. خدای پدر تو رو شکر میکنیم در نام خداوند ما عیسی مسیح در قوت روح القدس که ما رو ای خداوند اتحاد داده در بدن تو که کلیساست. امروز در این اتحاد شبانمون رو به حضور تو میاریم و از تو قوت میطلبیم، مخصوصا در این روزهای شلوغ خداوندا، در این روزهایی که از هر طرف خدمت هست، کار هست. خداوندا دعا میکنیم که سلامتی تو، آرامش تو، قوت تو خداوندا، تازگی ذهن خداوندا و مخصوصا خداوندا اون روح کریسمس خداوندا این عزیز ما رو در تو سرپا و استوار نگه داره. همینطور برای عبدالرضا و بقیه مریضانمان خداوندا تو را شکر میکنیم که در دستای تو گذاشتیم خداوندا. تو را شکر میکنیم که امین هستیم که اینها در تو خداوندا از سلامتی تو برخوردارند، ولی خداوندا دعا میکنیم که در نام عیسی مسیح در قوت تو برخیزند. خداوندا در این روزهای مخصوص تمامی اون آیاتی رو که تو در کلامت فرمودی شفا پیدا کن خداوندا، مثل مرهم روی وجود این عزیزان قرار میدیم و در نام عیسی مسیح میگوییم بله ای خداوند، به دعای ما در نام تو و همینطور به فرمان تو ای خداوند از آسمان این عزیزان ما قوت بگیرند، برخیزند و در تو در صحت و سلامتی کامل قرار داشته باشند و همینطور خانواده های این عزیزان رو تو در تسلی خودت غرق کن. در نام خداوند ما عیسی دعا میکنیم. آمین. خب روزهای مخصوصی هستش و معمولاً در این روزها در مورد کریسمس صحبت میشه. اگه نگاه کنید کلیسا رو، همه جا خیلی تزیین قشنگی شده. نمیدونم اینو ما کردیم یا کلیسای صبح این کار کرده، ولی هر کسی که این کار کرده خیلی قشنگ تزیین کرده. بیرون هم میبینید که همه جا تزیین شده هست، ولی انگاری که مثل گذشته ها دیگه نیست. دقت کردید اینو؟ من که رفته بودم دیشبم امروز هم میگشتم، زیاد همچین شور و شفی در مردم نمیدیدم. روز جمعه ما در حلقه خادمین، در حلقه شاگردان نشسته بودیم، داشتیم صحبت میکردیم و من تمام فکرم در مورد این بود که برای این که بتونم در این روزها کریسمس رو جشن بگیرم باید دلیل خیلی قوی داشته باشم. دیگه با اون دلایل کلیشه‌ای و جینگل بلز و از این حرفا دیگه جشن گرفته نمیشه. باید یک دلیل خیلی
قوی داشته باشیم که ما رو بتونه در یک جو شادی قرار بده که مثل بچه‌ها اون قدیما چطور منتظر بودن که کریسمس برسه. حتی بچه‌ها رو می‌بینم که اینقدر شور و شعف داشته باشن که کریسمس برسه. انگاری که همه دنیا نیاز داره که یک دلیل واقعاً بتونه دندونگیر داشته باشه که کریسمس رو جشن بگیره. و این افکار واقعاً منو برد به یاد یک نفر دیگه که او هم در وضعیتی بود که مثل من بود. ببینید من داشتم به این فکر میکردم که خداوندا من آخه میخوام کریسمس رو جشن بگیرم با مادرهایی که در ایران هستند، ولی نمیخوام کریسمس رو با اون مادران در سر مزار قبر بچه هاشون جشن بگیرم. من میخوام با بچه ها جشن بگیرم، تو خیابون را بیفتیم جینگلز بلز بخونیم، اونجا سرودها بخونیم، ولی نه با بچه هایی که شبا تو خیابون میخوابند و گرسنه میخوابند. من میخوام با پدر و مادرهایی جشن بگیرم که از صورت بچه هاشون خجالت نمیکشن. من میخوام با اون دخترانی جشن بگیرم که دیگه ترس ندارن مبادا موشون بیرون باشه. من میخوام در فضایی جشن بگیرم که سیاهی و ظلمت درش حکم فرما نیست. خداوند من چطور میتونم کریسمس رو در این وضع جشن بگیرم؟ من حقیقتا باید یک دلیل خیلی قوی تر داشته باشم وگرنه نمیتونم. اینها اون احساس واقعی منه. اگه احساس واقعی منو بخواید بدونید چی هستش، من میرم به مزمور 135. نزد نهرهای بابل نشستیم و گریه نیز کردیم، چون صهیون را به یاد آوردیم و بربطهای خود را آویختیم بر درختان سرو که در آنجا بود. خداوندا از ما میخواهند که در این سرزمین غریب سرود شادمانه بخوانیم. چطور در سرزمین بیگانه سرود شادمانه تو رو بخوانیم؟ واقعا نمیشه. و بیشتر روز جمعه داشتم فکر میکردم که بله من نیاز دارم یک دلیل قوی تر، و این بود که یاد یه فردی افتادم که اتفاقا اون هم در کریسمس بود، اتفاقا اون هم در وضعیتی بود که من و شما توش قرار داریم، ولی جالب اینه که او مثل من، لااقل شما رو نمیدونم، مثل من فکر نمیکرد. بذارید براتون از انجیل لوقا فصل 2 10 آیه براتون بخونم. میگه در آن زمان در اورشلیم مردی به نام شمعون زندگی میکرد. این مرد فردی صالح و دیندار بود که در انتظار تسلی اسرائیل به سر می برد و روح القدس بر او قرار داشت و از جانب روح القدس بر او آشکار شده بود که تا مسیح خداوند را نبیند نخواهد مرد. پس شمعون در هدایت روح به معبد آمد و هنگامی که والدین عیسی نوزاد را به داخل آوردند تا مراسم شریعت را برایش به جای آورند، شمعون او را در آغوش گرفت و خدا را متبارک خوانده گفت: ای خداوند، حال بنا به گفته خود خادمت را به سلامت مرخص می‌فرمایی، زیرا چشمان من نجات تو را دیده است، نجاتی که در حضور همه مردم فراهم کرده ای، نوری برای آشکارسازی برای دیگر قوم‌ها و باز نوری برای جلال برای قوم تو اسرائیل. پدر و مادر عیسی از سخنانی که درباره او گفته شد در حیرت بودند. شمعون اونها را برکت داد و به مریم مادر نوزاد گفت: ببین، این کودک تعیین شده است که موجب افتادن و برخاستن خیلی ها در اسرائیل شود. او علامتی خواهد بود که بر ضد او خواهند ایستاد و شمشیری هم در قلب تو فرو خواهد رفت تا افکار دلهای خیلی ها آشکار کردند. انگاری شمعون وقتی که به صورت این عیسی کودک نگاه میکرد واقعا دلیل متفاوتی داشت که بتونه این حرفها رو به زبون بیاره، برای اینکه شمعون هم در همون وضعیت سیاسی تاریک داشت زندگی میکرد.
امپراتوری روم دیگه جون اونها رو به لبشون رسونده بود، به همون شکل که این رژیم منحوس جون مردم ما رو به لبشون رسونده. و از طرف دیگه سیستم مذهبی که مملو از ریاکاری بود بر جامعه حکم فرما بود، مثل همون سیستم مذهبی که ما الان در ایرانمون داریم. ولی شمعون در بطن اون جو تاریک سیاسی و مذهبی وقتی که به صورت این کودک داشت نگاه میکرد، انگار چیزی متفاوت میدید که من و شما هم اگر میخواهیم دلیلی قوی داشته باشیم برای اینکه کریسمس رو بتونیم جشن بگیریم، لازمه که به اون شکل به مطلب نگاه کنیم. ببینید لوقا از داستان شمعون استفاده میکنه که نکته بسیار مهمی رو برای من و شما که اینجا هستیم به ما بگه، و اون نکته اینه عزیزان من، اتفاقاً جواب خدا برای این دنیای تاریک، چه در ایران و چه در جاهای دیگه، همین کودکه، همین کریسمسه. جواب خدا اینه. شاید نتونیم باور کنیم، یعنی برای تمامی این ظلم و بیدادها و ستمها و تاریکی‌ها، بله اتفاقا برای تمامی اینها جواب خدا همین کودک، همین کریسمس هستش. و شمعون اینو خیلی خوب در صورت این بچه میبینه. ببینید لوقا داره جوری مینویسه، نویسنده این انجیل جوری مینویسه انگار که یه روایت تاریخی رو بیان نمیکنه، بلکه یک چیزی که کاملا شخصی هستش. ببینید چی میگه شمعون در اینجا: ای خداوند چشمانم دیگه نجات تو رو دیده. ما فکر میکنیم که کریسمس یک جشن ملیه. کریسمس یک جشن ملی نیست. اتفاقا کریسمس بسیار شخصی هست. کریسمس برای من هست، کریسمس برای شما هست. باید بشینیم فکر کنیم ببینیم که من واسه چی میخوام جشن بگیرم، من چه دلیلی برای من وجود داره که بخوام جشن بگیرم. برای این شمعون بود سالها انتظار کشیده بود که تسلی خدا رو ببینه. خدا بهش گفته بود نخواهی مرد تا زمانی که تسلی اسرائیل رو ببینی، و الان داشت به صورت این کودک نگاه میکرد و وجودش ارضا شده بود، شخصی، چشمانش دیده بود آنچه رو که خداوند بهش قول داده بود. برای همینم اگر تو به چشمهای شمعون نگاه میکردی، چشمانش دیگه کاملا ارضا بود، وجودش دیگه کاملا ارضا بود، در آرامش کامل بود در بطن تمامی اون سیاهی ها و تنگی ها، برای اینکه او کریسمس واقعی رو دیده بود، سیر بود و ارضا، و میگفت الان دیگه آمادم، خادمت رو دیگه داری مرخص میفرمایی، دمت گرم خداوندا، دیدم و الانم دارم میرم. ولی شمعون واقعا در صورت آن بچه چی میدید که امروز من و شما هم اگر میخواهیم دلیل قوی داشته باشیم برای جشن گرفتن یک چنین چیز رو ببینیم، چیزی که ما رو بتونه در بطن این سیاهی هایی که مملکت ما هست، بر مردم ما هست، ما رو به پیش ببره، امید رو در وجود ما زنده نگه بداره که یه روزی ما در ایران جدا از همه اینها در خیابان هامون به شکل شخصی ولی همه با هم کریسمس رو جشن خواهیم گرفت. آمین که اینطور خواهد شد، آمین که اینطور خواهد شد. پیام کریسمس اینه. شمعون وقتی که نگاه کرد به صورت اون کودک، عزیزان تمامی انجیل رو به کاملیت خودش در چهره اون کودک دید. انجیلی که به پهنای تمامی کره زمین هستش، تمامی آدمیان. انجیلی رو دید که تمامی خلأ وجود او رو پر کرد و بهش آرامش داد. داستان شمعون بله داستان کریسمسه، داستان اون شادی زاید الوصفی هستش که از رابطه دو طرفه فرد
با خدا در وجود انسان میریزه. پس میبینید که انجیل چقدر شخصیه، میبینید که کریسمس چقدر شخصیه. وقتی که فرد در رابطه دو طرفه با خدا قرار داره و در این رابطه دو طرفه وقتی که نگاه میکنه، تمامی اون شادی که از این رابطه میتونه به وجودش بریزه در وجودش قرار میگیره و اونجاست که میتونه بگه بله، من دلیلی قوی دارم که نه فقط کریسمس رو در کریسمس جشن بگیرم، بلکه هر روز زندگی من کریسمسی باشه، جشنی باشه که در حضور خدا دارم انجام میدم. وقتی که یک چنین رابطه‌ای رو داریم عزیزان من، عیسی مسیح فقط شخصی نیستش که به ما شادی بده. عیسی مسیح بالاتر از اینها تنها دلیلی است برای اینکه زندگی بکنیم. عیسی تبدیل به یک چنین چیزی میشه و این یعنی شاگرد مسیح بودن، یعنی پیرو مسیح بودن. اعتراف ما عزیزان به عنوان شاگرد مسیح این: خداوندا، هیچ چیز به اندازه تو در این دنیا برای من عزیز نیست، ارزشمند نیست. و شمعون امروز ما رو دعوت میکنه به یک چنین رابطه‌ای. کریسمس دعوتی است برای رابطه دو طرفه با خدا. کریسمس در واقع تمامی داستان مسیحیت رو در خودش داره. کریسمس یه عید مذهبی نیست. مسیحیت یک دین و مذهب اونطور که ما تصور میکنیم نیست. نه، مسیحیت در واقع شروع رابطه دو طرفه ما با خداست و کریسمس یادآور اینه که یک چنین راهی برای من و شما باز شده که بتونیم با خدا در رابطه دو طرفه باشیم و هر روزه باشه و از این رابطه دو طرفه ما به طور کامل بهره مند بشیم. بنابراین اگر اینجا نشستیم، مخصوصا افرادی که تازه به کلیسای ما اومدن، شاید میدونن مسیحیت چیه، شاید هم نمیدونن، ولی واقعیت این هستش که این یک شروع تازه در زندگی تازه هستش که هر قدمش با خدا داره پیش میره. یعنی چیزی نیستش که آقا از این مذهب در بیایم به اون مذهب بیفتیم. ببینید مذهب زمان ما در ایران چه بلایی به سرمون آورده، ببینید مذهب زمان عیسی مسیح چه بلایی سر جامعه اسرائیل آورده بود. مذهب اینه. مذهب نمیتونه انسان رو در رابطه دو طرفه با خدا قرار بده. تنها کسی که میتونه انسان رو با خدا در رابطه دو طرفه قرار بده عیسی مسیحه که به خاطر اینکه این اتفاق در زندگی ما انسان ها بیفته جان خودش رو روی صلیب فدا کرد. کریسمس و صلیب با هم دست در دست هم دیگه دارن پیش میرن. در انتهای این مطلب مگه به مریم نمیگه خنجری قلب تو رو خواهد شکافت؟ جلوی چشمان خودت خواهی دید که چطور فرزند تو در روی صلیب خواهد مرد. روی کریسمس همیشه صحنه مصلوب شدن عیسی مسیح قرار داره. شمعون اینجوری میدید. اگه میخوایم مثل شمعون ببینیم، لازمه که شخصیتی مثل شمعون رو داشته باشیم. ببینیم در مورد شمعون اینجا چه صحبتایی میشه. شمعون با شخصیتی که داشت 3 نکته مهم رو در اون لحظه دید. اولین چیزی که دید این بود که آقا در رابطه سرسپرده بودن، وفادار بودن گنجینه‌ای بسیار عالیه که نمیشه اونو با چیز دیگه ای عوضش کرد. دومین چیزی که شمعون دید این بود: انجیل بسیار زیباست. پیام انجیل بسیار زیباست. و یه چیز دیگه هم شمعون دید: پیروی از عیسی بهای سنگینی داره. پیروی از عیسی راحت نیست. پیروی از عیسی افتادن در طریقی هستش که نه فقط از یک صلیب بلکه هر روز از صلیب ها میگذره. بها داره.
اولیش بریم. اون قسمت اول، وفاداری، سرسپردگی، یک گنجینه بسیار عالیه. آیات 25 تا 28ش که در مرکز دید شمعون این قرار داشت. زندگیش رو گذاشته بود روی اینکه سرسپرده آن باوری باشه که داشت، سرسپرده خدایی باشه که اونو داشت میپذیرفت. در اینجا ما خیلی کوتاه در مورد شمعون میشنویم. یه زندگی نرمال در اورشلیم داره، یه مرد یهودی، نه کاتبه، نه کاهنه، نه نبی هست، حتی یکی از رئیسان هم نیست. اون چه که شمعون رو عزیزان من از بقیه اونها جدا میکرد و او رو برجستش میکرد، مقام و منصبش نبود، بلکه اتفاقاً اون وفاداری بود، اون سرسپردگی بود که داشت. با چند هفته پیش، 2 هفته پیش در اینجا انتخابات داشتیم، خادمین انتخاب کردیم و من این رو به خودم و به بقیه خادمینمون همیشه با تأکید میگم، چیزی که ما رو برجسته خواهد کرد مقام و منصب ما نیست. آنچه که ما رو برجسته میکنه نمونه بودن در وفاداری ما، در سرسپرده بودن ما به خداونده. اینکه مردم در مقابل خودشون یک چنین شخصیتی رو ببینند، شخصیتی مثل شمعون. در مورد شمعون گفته میشه که او فردی صالح بود. لغت خیلی سنگینی. همیشه ما این مطلب رو در ترجمه کتاب مقدس باهاش یکی از چالنجاست، بهش میگیم یکی از کلمات کلیدی کتاب مقدس. ترجمه قدیمی عدالت ترجمه کرده، ترجمه مژده نیکی مطلق ترجمه کرده، ترجمه هزاره نو پارسایی ترجمه کرده، ترجمه جدیدی که کرپو انجام داده صالح ترجمه کرده. در واقع این لغت یعنی اینکه فرد هر آنچه که از نظر خدا درسته انجام بده. صالح یعنی این، پارسا یعنی این، عادل یعنی این، نیک مطلق یعنی این. هر آنچه که از نظر خدا درسته فرد انجام بده و این در رابطه فرد با دیگر انسانها خودشو نشون میده. این بابا صالح بود برای اینکه مردم وقتی که بهش نگاه میکردن میدیدن که این شخص دقیقاً هر آنچه که خدا گفته مطابق اون داره زندگی میکنه، ریاکاری نمیکنه، فیلم بازی نمیکنه، باور داره و باورش رو داره زندگی میکنه و مردم این رو میبینن. همه ما که اینجا هستیم یک چنین شخصیتی رو باید در خودمون بتونیم بپرورونیم که بتونیم عیسی رو آنطور که هست ببینیم و این رو روح القدس در این تولد تازه میتونه در ما انجام بده اگه بهش اجازه بدیم که در شخصیت ما کار کنه و ما رو شخصیت سازی بکنه. و دنیای ما به این احتیاج داره. شمعون هیچ کدوم این را نبود، نه رئیس بود، نه کاهن بود، نه کاتب بود، هیچی نبود. تنها چیزی که بود این بود که مردم وقتی که بهش نگاه میکردن میگفتن این شخص آنچه را که باور داره همونو داره زندگی میکنه و باورهایی که داره تماما همان چیزی است که خدا داره میگه و این اون چیزی استش که من و شما رو هم قادر خواهد کرد که انجیل رو به تمام کامل در صورت عیسی ببینیم. دومین چیزی که در مورد شمعون گفته میشه لغت دینداره. دیندار هم یکی از اون لغت‌هاییه که خیلی معنی عمیقی داره. فردی که واقعا وفادار و سرسپرده است. شمعون کاملا مواظب بود که مبادا از آنچه که خدا گفته به این طرف اون طرف بره. دائم حواسش بود که در رابطه‌ای که با خدا داره دقیقاً شفاف باشه. این لغت بیشتر به رابطه شمعون با خدا داشت انگوش میذاشت. و چقدر برای من و شما لازمه که همیشه وقتی که در رابطه دو طرفه‌ای که با خدا داریم به این فکر باشیم آیا من در حضور خدا در آن رابطه شفاف قرار دارم یا نه؟
یکی از دیسیپلین هایی که در حلقه شاگردان این خادمین انجام میدن این هستش که هر 3-4 ساعت یک بار میشینند، میکشن خودشونو کنار در فکر، در اون پری روح القدس، آیا من نسبت به 4 ساعت قبل هنوز در شفافیت با خدا قرار دارم یا نه؟ در رابطم با خدا آیا اون سرسپردگی، اون وفاداری کماکان هستش یا نه؟ شمعون یک چنین فردی بود. شمعون منتظر تسلی اسرائیل بود. یعنی چی؟ یعنی که شمعون باور کرده بود تمامی آن چیزی رو که خدا از قبل قول داده بود. خدا گفته بود که اسرائیل رو تسلی خواهد داد، دنیا رو تسلی خواهد داد، عیسی رو خواهد فرستاد، نجات دهنده خواهد اومد و شمعون همه اینها رو باور کرده بود و منتظر. فردی سال خورده برگردی به عقب، نه 1 سال، نه 2 سال، نه 3 سال، همین طور منتظر بود که این تسلی رو ببینه. باور کرده بود و روی این باورش زندگیشو چیکار کرده بود؟ برنامه‌ریزی کرده بود. عزیزان، این یعنی ایمان. ایمان یعنی باور کردن آنچه که خدا گفته و جهت دادن زندگیمون بر اساس آنچه که خدا گفته. اگر من کتاب مقدس رو بردارم و بگم آیا به این کتاب ایمان دارید؟ ممکنه که همه شما بگید بله، ولی باید بشینید فکر کنید. شما همونقدر ایمان دارید که انجامش میدید. اون موقع ممکنه که کتاب مقدس بسیاری از ماها به 2 صفحه بشه، اینقدر دیگه نباشه. چرا؟ برای اینکه اینها اون چیزهایی که ما زندگیمون رو برش جهت دادیم. شمعون باور کرده بود آنچه که خدا گفته بود و زندگیشو مطابق اون جهت داده بود. فقط همینجوری نبود که کتاب مقدس یک سری آیات براش باشه، نه، زندگیشو جهت داده بود. منتظر تسلی اسرائیل بود. تا حالا برای کسی انتظار کشیدید؟ برای کی انتظار کشیدید؟ اینجوری داره. هیچ کدومتون مثل من انتظار نکشیدید. بذارید بهتون بگم، تو زمانی که دانشگاه بودم عاشق شدم. چی؟ کجاش خنده داشتیم؟ زمانی که دانشگاه بودم عاشق شدم. همه اینجوری میشن، بالاخره اینجا عاشق میشن دیگه. خب ولی خنده داریش اینجاست. ما تنها جایی که میتونستم لوئیس رو ببینم دانشگاه بود. برای اینکه شهری بود که شهر خودشون بود، اینا مثلا همه میشناختن و زمان ما مثل الان نبود. زمان ما بالاخره یه حجبی بود، حیایی بود، فلانی بود، با اینکه فاتی کمانده ها نبودن. ولی در هر حال بگذریم از این. من وام ایستادم دم در کی لوئیس بیاد. عاشق بودم دیگه. یه دونه هم هدیه همیشه زیر بغلم بود به این گندگی. هی وایستا کی میاد. هر کسی که از دور میدیدم فکر می‌کردم لوئیسه. میومد لوئیس نیست. ببین، شادی اینکه یکی داره میاد خوشحالت میشد، ولی غم اینکه نیست. انتظار کشیدن یعنی این. شما نگاه بکنی به آن وعده‌ای که بهت داده شده و همینجور داری نگاه میکنی و بعد میرسه نیست، و وقتی که برسه همینه، اون وقت چقدر خوشحال میشی. علی دستکشی رو زانوی مرجان. دیدم عاشقا الان دارن نگاه میکنن به هم دیگه. عشقینه. اگر ما کسی رو دوست داشته باشیم، اگر چیزی رو دوست داشته باشیم، براش انتظار میکشیم. این شخص سالیان سال انتظار کشید. من از انتظار کشیدم واقعا بدم میاد، برای اینکه عذاب داره. به بچه‌هامونم گفتم وقتی که بهتون تلفن میزنم تلفن منو در 3 زنگ بردارید، بنابراین تلفن رو با خودتون تو توالت هم ببرید، برای اینکه بدم میاد، سختمه. و این شخص شمعون سالیان سال برای آن چیزی که خدا بهش گفته بود انتظار کشیده بود. اگر کسی خدا رو دوست نداشته باشه به این شکل انتظار نمیکشه. برای همین بهتون گفتم که مسیحیت رابطه 2 طرفه با خداست.
و ببینید چی میگه. میگه روح القدس برش قرار داشت. روح القدس برش قرار داشت. معلومه که بر یک چنین فردی باید روح القدس قرار داشته باشه. چجوری؟ برای اینکه هر کاری که میکرد با هدایت روح القدس بود. روح القدس بود که زندگی او رو کنترل میکرد. مگه نگاه نکردید اینجا میگه وقتی که پدر و مادر عیسی وارد معبد شدن به هدایت روح رفت اونها رو پیدا کرد. فکر میکنید روح القدس وقتی زندگی کسی رو هدایت بکنه مردم نمیبینند؟ همه میبینند عزیزان. کسی که زندگیش توسط روح القدس هدایت و کنترل میشه همه میبینند که چجوری داره زندگی میکنه. یک چنین شخصی میتونه در صورت عیسی مسیح تمامی انجیل رو ببینه و وقتی که دید تمامی وجودش از این که خدا بالاخره دنیا رو در تسلی خودش قرار داده مملو بشه، جوری که بگه من الان دیگه سیرم، الان میتونم به حضور تو بیام. شمعون خبر نداشت که قراره که پتروس بعدها یک چیزی رو بنویسه که از من و شما بخواد که شمعون اونجوری بود. ببینید شما چی؟ وقتی که به نامه دوم پتروس نگاه میکنیم فصل 3 لکن روز خداوند چون دزد خواهد آمد. روز خداوند یعنی خداوند وقتی که برگرده مثل دزد نخواهید دونستش که کی قراره برگرده، که در آن آسمان ها به صدای عظیم زایل خواهند شد و عناصر سوخته شده از هم خواهند پاشید و زمین و کارهایی که در آن است سوخته خواهند شد. پس چون شما جمعی اینها رو متفرق بگردن، شما چطور مردمان باید باشید در هر سیرت مقدس و من سرمایه شدیدی دارم بنابراین ببخشید. پتروس این سوال رو میکنه پس شما چطور مردمان باید باشید وقتی که تمام دنیا داره به هم میریزه، وقتی که خداوند برمیگرده و داوری بر دنیا شروع شده؟ انتظار دارید خداوند شما رو چجور پیدا بکنه؟ وقتی عیسی مسیح وارد معبد شد شمعون رو اینطوری پیدا کرد. وقتی خداوند برگرده من و شما رو به چه شکل پیدا خواهد کرد؟ دوم مطلبی که میخوام بهتون بگم وقت داره شدید میره. انجیل عیسی مسیح انجیلی است بسیار زیبا، بسیار زیبا، زیباتر از انجیل عیسی مسیح شما در دنیا هیچ پیامی ندارید. وقتی اینو میگم یاد چی میگه؟ خدا محبت است نیفتید. وقتی که اینو میگم نگید در نام عیسی مسیح هر چه بطلبید به شما داده خواهد شد. این انجیل عیسی مسیح نیست. برای اینکه این اون چیزایی است که ما دلمون میخواد باشه، ولی شمعون حقیقتاً انجیلی رو دید که با خودش امید داشت، امیدی بسیار عالی. انگار که شمعون وقتی که داشت به این بچه نگاه میکرد 30 سال بعد رو دید که چطور مسیح وارد کنیسه شد. تومار اشعیای نبی را بهش دادند، گشت دقیقاً عمدن آنجایی رو پیدا کرد که داشت انجیل رو به شکل خلاصه مطرح میکرد. فصل 61 اشعیا این نوشته شده. در لوقا ما اینو میخونیم که در اونجا میگه روح خداوند بر من است. برای چی؟ مرا مسح کرده که فقیران را مژده بدم، مرا فرستاد تا شکست دلان را شفا دهم، اسیران را به آزادی و کوران را به بینایی موعظه کنم، تا ستم دیدگان را آزاد سازم و از سال لطف خدا موعظه کنم. این انجیل. مسیح اومد برای ستم دیده ها،
مسیح اومد برای فقیر. اتفاقا من فکر میکنم که در این وضعیت به خصوص کریسمس برای تک تک مردم ما در ایرانه. فقیران ما بشارت اینو بشنون که این از بین خواهد رفت. چرا؟ برای اینکه خداوند آمده، عیسی مسیح آمده. شکست دلان، مملکت ما پر از شکست دل برای تک تک اونها هست، برای اینکه مسیح اومده. مأموریتش این هستش، مأموریتش اینه که بیاد شکست دلان رو شفا بده، اسیران رو آزاد بکنه. حتی اومده برای کورها، افرادی که مذهب، خرافات کورشون کرده، نمیتونند نور رو ببینند، نمیتونند نیکی رو ببینند، نمیتونند خوبی رو ببینند. برای اونها هم اومده. چرا؟ برای اینکه اومده که سال لطف خدا رو به ما بگه. این یعنی امید. انجیل یعنی امید و از این زیباتر شما هیچ پیامی نمیتونید پیدا کنید، پیامی که پشتش تو خالی نیست، پیامی که خدا پشتش قرار داره. شما میگید آقا این همه سال داریم دعا میکنیم. بله این همه سال دعا میکنیم، شمعون هم این همه سال انتظار کشید، ولی خدا میدونه کی و به چه شکل. خدا میدونه کی و چه شکل. تا زمانی که انسان داره برای نجات، برای آزادی به انسان نگاه میکنه، به این فلسفه و اون فلسفه نگاه میکنه، به این رژیم سیاسی و اون داره نگاه میکنه، این امکان وجود نداره که بتونه نجات دهنده خودش رو ببینه. خدا میدونه کی این کار رو خواهد کرد. و میدونی چی؟ در این وضعیت من و شما مسئولیت بزرگی رو داریم. نه فقط باید مثل شمعون باشیم، بلکه باید اجازه بدیم روح القدس ما رو هدایت بکنه. آنطور که شمعون رو هدایت کرد به جانب عیسی، ما رو هم هدایت بکنه که بریم افراد رو بیاریم به جانب عیسی. مسئولیت بزرگی داریم. ایران رو خدا عوض نخواهد کرد اگر کلیسا آماده نباشه. این یه واقعیتی. برای اینکه خدا میخواد که آزادی به شکل درست به ایران بیاد. خدا میخواد اسیران ما به شکل واقعی آزاد بشن، خوشبختی به شکل واقعی در مملکت ما باشه. این رژیم بیاد اون رژیم بره، فرقی به حال مملکت ما نمیکنه، فرقی به حال فقیران ما نمیکنه. ولی اگر محبت خدا به قوت در ایران و ایرانی ساکن باشه، اون موقع در خیابانهای ما جشن و شادی خواهد بود. اون موقع هر روز در ایران ما کریسمس خواهد بود. عزیزان من، فاکتور میگیرم میرم به سومی. پیروی از عیسی بها. انجیل عیسی مسیح پربهاست. اون قدیمایی فردی رو داشتیم، شاعر بود، داشت شعر میگفت. در کلیسای چیزیک بودیم، وسط شعرش میگفت قربان تو برم عیسی مسیح که چه دین راحتی داری. همونجا فهمیدم که اصلا ایشون نفهمیده مسیحیت چی هست. مسیحیت دین راحتی نیست. رابطه دو طرفه با خدا چیز راحتی نیست. همه شما در زندگیتون در رابطه‌های مختلف قرار دارید. در رابطه بودن با خودش کلی ضابطه میاره، کلی قوانین میاره، کلی شرط و شروطها در رابطه هست که ما رو مجبور میکنه که اونها رو رعایت بکنیم. در رابطه ما با خدا هم همینطور. وقتی که در رابطه دو طرفه با خدا هستیم، ما محدود هستیم که در چارچوب اون رابطه زندگی بکنیم. و شریعت مسیح از هر شریعتی سنگین تره اگر روح خدا در ما و بر ما نباشه. برای همین هم هستش که عزیزان من، وقتی که وارد این مسیر میشیم، مسیر پربهایی است. انجیل گرونیه، انجیل پربهایی، بهاور میداره. وارد راهی میشیم که هر روزش لازم هست خودمون رو انکار کنیم.
لازم هست نسبت به خواسته های خودمون بمیریم. در هر رابطه‌ای که داریم اتفاقا لازم هستش که نسبت به خواسته های خودمون بمیریم. در روابط زناشویی، در روابط خواهر برادری، در روابط دوستی، در روابطمون حتی با دشمنانمون لازم هستش که ما مصلوب بشیم. مگه میشه این کار کرد؟ بله میشه. اگر در اون رابطه دو طرفه با خدا دارم زندگی میکنم. بنابراین هر چیزی که در رابطه با مسیحیت تو ذهنتونه بندازید بیرون. ای کاش هیچ وقت در مورد مسیح نمیشنیدید و اینجا نمی اومدید. ولی حالا که اومدید براتون خبر خوب دارم و خبر بد. خبر خوب اینه که این زندگی که شما دارید هیچ کس نمیتونه از شما بگیره. خبر بد اینه که در این مسیر که راه تنگه هر روز باید مصلوب بشید. این نوزادی که متولد شد وارد جاده‌ای شد که او رو برد به جوجتا و این از همون اول مشخص بود. شما حال و روز مریم رو در نظر بگیرید، چه بهایی پرداخت. کودک نوزادش تو بغلشه و شمشیری قلب تو را پاره خواهد کرد. حالا مریم رو در زیر صلیب به یاد بیارید که داشت فرزندش رو میدید که به چه وضعی از اون بالا آویزونه. این اون کریسمسیه که میخواهیم جشن بگیریم. اگه میخواید دلیلی قوی برای گرفتن جشن داشته باشید، یک سری سوالات از خودتون باید بکنید. در صورت این عیسی من کی میبینم؟ آیا همان چیزی رو میبینم که شمعون دید؟ آیا انجیلی پربها میبینم یا انجیل ارزان که در نام عیسی مسیح همه چیز به من داده خواهد شد؟ نه، در نام عیسی مسیح هیچ چیز به شما داده نخواهد شد. فقط یک چیز مجانیه، اونم نجاته. بعدش همه چیز بر اساس ایمانی هستش که داریم. آیا مسیری که دارم پیش میرم مسیر صالحیته؟ مسیری که دارم پیش میرم مسیری هستش که روح القدس هم در من هم بر من؟ اگر به این شکل است عزیزان من، کریسمستون مبارک باشه. برای اینکه دلیلی قوی برای جشن گرفتن دارید و امیدی قوی برای جشن گرفتن دارید که روزی ما با هموطنانمون در خیابانهامون، در حالی که هر کدوممون شخصا با این خداوند رابطه دو طرفه داریم، با هم جشن خواهیم گرفت. تاریکی خواهد رفت، هیرودیس ها خواهند رفت، امپراتوری های روم خواهند رفت و عدالت خدا برقرار خواهد شد. این آن چیزی که خدا میگه و ما باور کردیم و زندگیمون رو جهت دادیم براش. ولی اگر به این شکل نیست، جینگل بلز و این چیزها هیچ فایده ای نداره. شما رو خوشحال نخواهد کرد و خودتونم میدونید که خوشحالتون نمیکنه. پس دعوت امروز چیه؟ دعوت امروز روشنه. فرصتی است که ما به شکل درست در صورت این عیسی انجیل رو ببینیم و در قوت این انجیل در رابطه‌ای قرار بگیریم که زندگی ما رو عوض کنه. این اون دعوتیه که داریم. خواهی سرپا بستیم؟ خداوند، هاللویا. در این فرصتی که میبینم زمان باقی مانده 8:21 دقیقه یا گذشته، رد شدیم، منهاست. دلم خوشه، شانس آوردید. الان متوجه شدم. برای ما حتما سرودی داریم، مگه نه؟ اینجوری که اومدی شایان عزیز، میدونم که حتما سرودی داریم. یک سرود با هم میخونیم، ولی این چیزایی که بهتون گفتم رو روش فکر کنید. این روزهای عزیز کریسمس رو روش فکر کنید. من مطمئنم که دلیلی قوی برای جشن خواهید داشت و ملت رو به یاد بیارید.
ملت رو به یاد بیاریم. امید رو زنده نگه داریم.